یکی از کاربردی ترین آموزش های قند رو براتون گذاشتیم که فوق العاده است. بکوب لایک و به افتخار خودت پست رو ذخیره کن، حتما یه روزی به کارت میاد، بفرست برای دوستاتون. به 2 تا باتری نیاز داریم با 4 تا آهنربا. 2 تا آهنربا رو به یه سر مثبت و منفی باتریامون میچسبونیم به این صورت که مشاهده میکنین. بعد 2 تا باتریمون هم به هم میچسبونیم. تو مرحله بعد به یه رابط نیاز داریم که بتونیم 2 تا میخ رو از داخلش به این صورت که تو تصویر مشاهده میکنیم رد کنیم، محکم میکنیم میخامون رو. الان به یه سیم نیاز داریم که دور یه میخ بپیچونیم و به شکل فنر مانند در بیاریم که بعدا بتونیم رو میخایی که از داخل رابط رد کردیم و بذاریم که بشه اتصالا رو برقرار کنه. به این صورت الان اگه میخا رو به 2 سر مثبت و منفی باتریامون متصل کنیم، فندک دائمی ما آماده است که تو هر شرایطی میتونه برای شما روشن بمونه. بکوب لایک، فراموش نشه پست رو حتما ذخیره کن. خیلی مخلصم.